میخوام امروز خمیر هزارلا بهتون آموزش بدم که باهاش بتونید شیرینی زبان، ناپلونی، کروسان و کلی چیزای دیگه درست کنید. با درست کردن خمیر شروع میکنیم. آرد قنادی، شکر، نمک، کره و آب سرد رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. با نوک انگشتامون خمیر رو جمع میکنیم. این خمیر نیاز به ورز دادن نداره. بعد اینکه جمع شد توی پلاستیک فریزر بذارین نیم ساعت توی یخچال تا خنک بشه. معمولا برای درست کردن خمیر هزارلا از روغن کره‌ای 44 استفاده میشه که اگه اونو پیدا نکردین مثل من میتونید از کره یا مارگارین استفاده کنید. اول اونو توی آرد بزنید که چسبنده نباشه و راحت رندش کنید. کره رو توی پلاستیک فریزر پهنش کنید. اندازه‌هاشو توی کپشن براتون می‌نویسم و بذارین که توی فریزر تا قشنگ ببنده. توی این فاصله خمیر رو روی سطح آردپاشی شده بذارین و شروع کنید به پهن کردنش. خمیر رو مستطیلی شکل پهنش کنید جوری که کره‌تون بتونه بینش قرار بگیره و بتونید خمیر روش بیارین و کامل پوشیده بشه. و بعدش کره کاملا سرد رو بذارین بین خمیر و هر دو طرف خمیر رو بپوشونید و کامل بالا و پایینش هم چفت کنید و حالا به حالت ضربه‌ای شروع کنید به پهن کردن خمیر از همون جهتی که بسته بودین. و از کناره های خمیر به سمت داخل تا کنید. آرد اضافهش هم حتما با دستتون تمیز کنید و دوباره از وسط تاش کنید. الان این خمیر باید نیم ساعت توی فریزر استراحت کنه تا دوباره خنک بشه. بعدش 5 بار دیگه همین مراحل رو تکرار میکنیم تا یه خمیر با کیفیت داشته باشیم. شاید کمی سخت به نظر برسه ولی باور کنید کار خیلی لذت بخشیه. به این نکته حتما توجه داشته باشین که هر بار خمیر رو تا میکنین سری بعد که پهنش کردین باید توی جهت مخالفش تا بزنید و هر بارم که خمیر رو تا میزنین باید 45 دقیقه یا نیم ساعت توی فریزر بمونه تا خمیرتون همش سرد باشه. بعد از خمیر هزارلا که توی فریزر میتونین نگه دارین و هر موقع خواستین با شیرینی یا نونی درست کنید نیم ساعت تا 1 ساعت قبل از فریزر در بیارین و فقط قالب بزنین و بپزینش. فوق العاده ترد و خوشمزه میشه. و اینم از کیفیت خمیرمون. توی پست‌های آینده قراره با شیرینی زبان و ناپلونی هم درست کنیم، پس حتما این پست رو ذخیره کنید و پیجم فالو داشته باشین. تا آموزش‌های بعدی هم خداحافظ.